سلاطین می آیند و می روند. فرهیختگان آفریننده می آیند و می مانند. آنها شهوت ماندنشان هست و نمی مانند. اینها شوق رفتنشان هست و نمی روند. شاهان گویی که مسافرانی شتاب زده اند، کاروانیان از بیم حرامیان، خواب از شبها و شادی از روزهایشان گریخته. فرهیختگان آفریننده از آنجا میمانند که میسازند. اما بدا که رسم چنان بوده است که آنچه فرهیختگان آفریننده میسازند به اسم شاهان نافرهیخته مسما می شود و به همین سبب است که اکثر آثار تاریخی نام سلاطین را بر خود دارند، نه سازندگان را. سهل است که اغلب کتاب‌های ناب اهل علم و حکمت و هنر نیز ناگزیر به شاهانی پیشکش شده است که در تمام عمر علیه علم و حکمت و هنر جنگیده‌اند. سلاطین صفوی نیز غالباً تازان می آمدند و شتابان می رفتند. انگار جاماندگانی از قافله اند که قشونی قدارکش در تعقیب ایشان است. جملگیشان پیوسته نگران، نامطمئن، شکاک، کژبین، در بیم از قفا که مبادا هر لحظه خنجری در پشتشان فرود آید، در خوف از پیش رو که نکند هر دم میله سرخی در چشمانشان فرو رود یا تیری زهرآلود در سینهشان بنشیند. 4 سلطان صفوی معاصر قهرمان بزرگ داستان ما، محمد قوامی شیرازی، ملا صدرا صدرالمتألهین بودند. طهماسب اول، اسماعیل دوم، محمد خدابنده و شاه عباس اول. و من درباره هر یک از ایشان به اکراه چند کلمه میگویم، الا شاه عباس که حریف قدر ملای ماست و میماند شاید تا پایان داستان. طهماسب اول از 930 تا 984 54 سال فرمانروایی کرد، گرچه فرمانش هم رانده نمیشد. در این عصر بلند خاکساری خاک وطن پیوسته دردمند تهاجم اجانب بود، چندان که سرانجام طهماسب اول با تن سپردن به صلحی از سر ذلت در سال 962 بخش‌های بزرگی از ایران بزرگ را به عثمانی‌ها واگذاشت تا خود بتواند شیره زرین زحمتکشان وطن را بمکد و سکه بر سکه بیفزاید. طهماسب اول گفتند که عاشق طلا